ایرانی بیچاره که نسبت به امریکا هیچ حساب نمیشه از قوه و داراییش، در مقابل امریکا استاد میشه. امریکا سرخم میکنه، میگه دستور کنیم، میگه برو کاکا نقدی هر سب و خرب سول نمیکنه. امریکا شاید مثل فرعون قریب از دعوی خدایی کنه، از قوه و قدرت خود مینازه، لیکن ایران میگه ما سول نمیکنیم. پشتیبان ما و شما خدا و امام زمان است. کسی که با خدا و امام زمان کیف کنه پروای هیچ کس نداره. ابراهیم خلیل صلوات بفرستیم. در زمان خودش روز عید بود، مردم ها رفتن در عید کردن در بیابان در کجا مثلا. ابراهیم خلیل خود مریض انداخت، خلوت غنیمت دانست، رفت توار گرفت، امی بوتا را میده و دنده کرد، قشقل کرد. اما بوتی کلانه توار در گردن بوتی کلانه اوزان کردن ماند. اونا که آمدن من فعل بیالهتنا هذا، که خدایان ما را زده تو خشخل کردن. گفتن غیر ابراهیم که قبلا هم بدگویی اونا را میگد که اینا را شما خدا گفتن میپرستین، اینا خدایی رقم نیست. بیارین ابراهیم که تضابط ما آمدن انت فعلت هذا بیالهتنا، تو زده خدایان ما را تو خشخل کردی. حضرت ابراهیم چی گفته جوابشون؟ بل فعله کبیرهم، اونم خردکا نافرمانی کلان نکردن، کلانم خواهش آمده زده بودارم میده و دنده کردن. اگر باوریتان نمیاید در گپی من قبول نمیکنین، فاسألوهم ان کانوا ینطقون، سوال کنین از اونا اگر گپ میزنه. اونا گفتن اینا گپ نمیزنه. خوب که گپ نمیزنه خدا مرقم است که نی گپ میزنه، نی حرکت باشه نی برکت. خدا شما رو خدا گفته پرستش میکنین. اینجا ملامت شدن اونا. وقتی اونا ملامت شدن دیگه چاره ندیدن، گفتن ایزم جمع کنیم. هر کس که خدایان خود از جاتر دوست داره ایزم جاتر گره. اگه ایزم آوردن آتیش در دادن، حالی از بس که آتیش شراره داره کس نزدیک آتیش رفته نمیتونه که ابراهیم در اون آتیش برد. شیطان آمد اینا را یاد داد که در منجنیق جار که مثل پلخمان رو در منجنیق بسته کرده در آتیش انداختن. اما تکستون آتیش میرفت، جبرئیل آمد گفت من کمکت کنم، یعنی تو از آتیش نجات بدم. گفت نه از تو کمک نمیخوایم. اما بود که خداوند آتیش درش گلستان کرد. یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. بردن یعنی سر باش. اگر سلاما نمیگفت نگه سردی حضرت ابراهیم از بین میرفت. مرده که کتیشون سر یک قصر برآمده سل میکنه که ابراهیم چی رقم در آتیش میسوزه. دید که در بین گلستان است، اونجا که یک پیرمرد مشغول صحبت است. گفت مادر بچه بزای اینی رقم مورد آتیش میندازیم، آتیش درش گلستان میشه. فرعون چقدر زنا را از شوهرهایشان جدا کرد و طفلای خورده کشت. قصهش طولانی است، مختصرش خداوند او را در خانه خودش تربیت کرد. اون طفلا را میکش خاطر چی؟ خاطر ازی که حضرت موسی در دنیا زندگی نکنه. اینه شو اینا چیز کردن، شو فرار کردن. ای فرعون خبر شد، گفت زبانان اسپرسه، گفت سوال شو این اسپرسه از اینا میرین. گفته این نام شیرزمتن قلیلون، این نام تعداد کم است، کجاست گیری ما فرار میکنه.
صبحکی نزدیک طلوع آفتاب حضرت موسی خیلی اصحابش در لب رود نیل رسیدن و دیگه کنه فرعون قدی لشکرش آمده رویست. اصحاب حضرت موسی در موسی گفتن که ما رو در کشتن دادی. اگه خود در دریا پرتی من میموری، اگه ایستاد چین کنه فرعون ما رو میکشه. حضرت موسی گفت این الله معنا، غم نخورین خدا با ماست. ایران در مقابل امریکا امروز میگه خدا با ماست، امام زمان با ماست. از جانب خداوند امر شد به حضرت موسی که بزن عصایت به دریا به نام محمد و آل محمد. در کتاب‌های آسمانی حضرت پیغمبر ما با امیرالمومنین در کتاب‌های اونا ذکر شده بوده که در آخر زمانی نمیتوی یک پیغمبری میآید، نمیتوی یک امیرالمومنینی میآید. علاوه بر دیگر حضرت امیرالمومنین خودشان فرمودن که من تمام پیغمبران را یاری کردم. حضرت نوح کی از طوفان نجات داد، حضرت ابراهیم کی از آتش نمرود نجات داد. دیگه پیغمبران را حضرت یوسف و برادراش در چاه انداختن، او را امیرالمومنین از چاه میکشن میبرد مثل پادشاه میسازن. برادراش مثل گدای گروری آمدن جنابی بضاعت منجات فوفی و نلکیل و تصدق علینا، ما دست خالی آمده ما صدقه بده. قبلا هم دو سه دفعه اینا را پلو چلو داد و گندم داد و کمک کرد. آخری که اینا اظهار فقر و ناداری کردن دم صدقه بده. حضرت یوسف گفت شما با یوسف چی کردیم؟ گفت انت یوسف؟ یوسف گفت انا یوسف و آدا اخیان بنیامین. این تو خجالت شدن که زمین چاک شود و زمین درآید. ببینید بدی کردی اونو تو باز خجالت رسوایی هم داره. در این دنیا اگر جزای خدا ندیدی در اون دنیا حتما میبینی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که ایمان داره به خدا و به قرآن هیچ کاری خلاف نمیکنه که اونجا باز جزای خدا میبینه. ذره ذره موی موی حساب است. هر گپی که میزنی، هر کاری که میکنی، هر لقمه‌ای که میخوری، هر جایی که میری، چی جای خوب است جای بد، گپ خوب است گپ خراب. گپ خوب زدی نوش جانت اونجا درجه داری، اگه گپ خراب زدی این سوچه تیار است دیگر لط خوردن و زور و زقوم خوردن. صلوات بفرست. اللهم صل علی